قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب دارم و با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما هستم با مهمان گرامیمان استاد سید اکبر که البته این برنامه می شود دومین قسمت با ایشان که در برنامه ما استاد ابتدا خدمت شما عرض سلام و ادب مجدد دارم، چون شما در برنامه گذشته مهمان ما بودین و البته در برنامه گذشته جناب استاد از ای که در چه سال به دنیا آمدن گفتن که در سال 1360 هجری خورشیدی در ولایت یا استان قندوز در شمال افغانستان به دنیا آمدن و در کودکی یا در سن 3 سالگی به دلیل اشغال افغانستان توسط شوروی ها رهسپار ایران شدن مانند صدها هزار افغان دیگر و از دوره طفولیتشان و بالاخره دوره دانش آموزیشان یا همون دوره مکتب بگیم در ایران صحبت‌های جالب و صحبت‌های طولانی داشتن تا جایی که رسیدیم که از ایران خارج شدن و پا به دوره تحصیلات دانشگاهی گذاشتن و بقیه ماجرا و بقیه صحبت را باز هم از زبان ایشان میشنیم. خب جناب استاد، بالاخره با تمام مشکلات و دشواری ها الحمدلله یک مرحله مهم از عمرتان را که مرحله سرنوشت ساز است سپری کردین در ایران و قرآن را هم حفظ کردین و بعد از آن خارج شدین، گفتین رفتین به امارات و در امارات در کدام دانشگاه شما تحصیل میکنین؟ شارجه به اصطلاح. شارجه. بله. در چه بخشی؟ شریعت. شریعت. فعلا کدام مرحله مقطع ماستری استین یا دکتراستین یا چی مرحله؟ من سال 2000 خوب است که بشنویم. بله خواهش میکنم. 2007 میلادی تقریبا 2006 میلادی یعنی ترم دومش وارد دانشگاه شارجه شدم برای لیسانس. بله. دوره لیسانس 4 سال تقریبا در 4 سال. بله. ولی خب چون من اینجا کلا بودم و ترمای تابستانم بود، من تو 3 سال و نیم دوره ماشاءالله. بله. خب سختی خاص خودش داشت ولی خب تموم شد. بعد از اون وارد فوق لیسانس شدم که بهش میگن مثلا ماجستیر در امارات. وقتی کارشناسی ارشد. بله. 1 سال و نیم به اصطلاح طول کشید برای فوق لیسانس به اصطلاح کارشناسی ارشد. بعد از اون تخصصی که من میخواستم تو وقت دانشگاه نبود. تخصص علوم قرآن و تفسیر که تخصص من الان هست برای مقطع دکترا نداشتن. تقریبا 1 سال پیش، این 1 سال و نیم سال پیش این مقطع هم وارد دانشگاه شد تخصص برای دکترا و تقریبا دانش آموزان ثبت نام کردن. 38 تا دانشجو تقاضا کردن به اصطلاح ثبت نام برای این رشته. از میانشون 10 نفر رو انتخاب میکردن از بین، یعنی 10 نفر افراد ممتاز. 10 نفر از بین 38 نفر متقاضی بود، از بین 38 نفر فقط 10 نفر رو انتخاب میکردن. 5 تا برای تخصص تفسیر و 5 تا برای تخصص حدیث. الحمدلله جزو 5 نفر قبولی برای تخصص تفسیر بودم که کلا جمعاً 10 تا دانشجو. این دوره دکتراست. دکترا دیگه مرحله دکترا هم من تموم کردم. یعنی 1 ترم گذشته به اصطلاح من تو 3 ترم دوره دکترا رو سپری کردم. 1 سال و نیم مرحله بود که باید کلاس ها رو حضوری می داشتیم، حضوری باید کلاس هایی می رفتیم در هفته، واحد های باید پاس می شد و بعد از اون امتحانی به نام امتحان کفایه به زبان عربی دارن، امتحان شامل یعنی که دوام درسایی که در دوره دکترا خوندید
دوباره یک امتحان مثلا کنکور بگیم شما اینجوری میدید و بعد از اون اجازه میده که برای پایان نامه یا تز به اصطلاح رساله دکترا یا اطروحه دکترا به اصطلاح برای اقدام که نوشتن. من درسام گذشته و تموم شده، مرحله امیسی بوده، الان در حال نوشتن پایان نامه دکترا هستم. خب استاد شنیدم که شما در عین حال که دانشجوی مرحله دکترا هستین فکر کنم مشغول تدریس هم در عین جامعه هستین به صفت استادی. بله الحمدلله. وقتی که مرحله دکترا ثبت نام قبول کردن فرصت شد دانشگاه که گفتن اگر دوست دارین تدریس کنین تدریس هم بهتون میدیم، در حالی که مشکل است در دانشجو برای کسایی که پذیرفته شده بود و به اصطلاح توانی درشون میدید، حالا نظر حسن نیتشون جزاهم الله خیر، از من خواستن که تدریس کنم. از شروع دکترا که همزمان 2 روز در هفته یا 3 هفته کلاس داشتیم برای بعد از ظهرها برای خودمون، صبحها هم برای مقاطع لیسانس به اصطلاح من استاد در دانشگاه بودم و 1.5 سال بود که هم خودم تحصیل خودم ادامه دادم، شب به اصطلاح بعد از ظهرها درسای خودم بود و صبحها هم که دیگه در دانشگاه تدریس میکنم. پس میشه شما این پیام هم به عده‌ای از افرادی که به بهانه کار و به بهانه مشکلات از تحصیل میگریزن و میگن خب من کار میکردم و مشکلات بود و نتونستم کار کنم، شما یک نمونه از جوانهای بگم افغانی هستین که در کنار تحصیلات کار هم کردین و حتی اگر بر بگردین به دوره دانش آموزیتان فکر کنم در ایران هم کار هم میکردین و درس هم میخوندین. من حتی از ابتدایی من هیچ مقطعی از درس رو به اصطلاح چه دبیرستان و چه راهنمایی دبستان و یا چه دانشگاه رو هیچ وقت بدون کار نبود، یعنی همیشه هم کار میکنم و هم همین که درس میخونم. پس هیچ وقت کار هیچ وقت نشده. الان گذشته الان بگو بعدها وقتی که وارد دانشگاه شدیم کار بود، مسئولیت همسر و بچه و اینها بود، مسئولیت خانواده هم مثلا پدر مادر اینها چون بودن موجود داشتم، در دانشگاه درس هم میخوندم، درس هم میدادم، در اون وقت در شبکه نورم به اصطلاح کارم میگه. یعنی فکر کنم که استاد اگر شوخی کنم و اگر یک سر اگر بخوایم فاش کنیم، شما مسئولیت 2 خانواده هم به عهده دارین که خانواده به این معنا که دارای نه همسر من که خودم 4 تا بچه دارم الحمدلله. خانواده یعنی کس خودم من با علاوه پدر و مادر و اینها همیشه الحمدلله در بعضی فرهنگ‌ها حالا اغلب اینجوریه که تا فرزند ازدواج کنن جدا میشن. بله. ولی هم این فرهنگ من دوست ندارم این چیزا رو. واقعا این فرهنگ افغانستان ما بیشتر مثلا هست. من یعنی بودش که همسر خانواده خودم هم برای من هست. خب پدر و مادر هیچ وقت من نشده بخوام راه کنم بگم که این خانواده با من نباشه، نه جزء اون خانواده هستم. اون کسانی که بالاخره زحمت کشیدن پدر و مادری امروز به سن انسان جوانی و توانایی برسه بخواد رها کنه، این چیزی نبود. من الحمدلله همیشه با برادر و با خانواده زندگی کردیم، از اول کار هم زندگی به اصطلاح یک خانواده بزرگی که همه با هم دیگه ساختیم و بزرگش به اصطلاح پیش بردیم و حتی دوران تحصیل هم که به اصطلاح بود، حالا از دوران لیسانس بگید تا فوق لیسانس و دکترا الان یک جا زندگی، یعنی مسئولیت خودم و به علاوه پدر و مادر و خواهرام برادرم هم با من هست، یعنی کلا الحمدلله. خب طبعا به یک خانواده بزرگ نیاز به کار تلاشی بیشتر هست. به خاطر این ساعت‌هایی رو که بسیار در دانشگاه بود، ساعت‌هایی گفتم که اول وقت کاری من باشه قبل از اینکه بخوام اداره سر کار برم، چون ما توی دارم با 8 ساعت کار دیگه هم میکنین غیر از تدریس در دانشگاه. اول کار که زمانی که لیسانس بود توی خود دانشگاه کار میکردم و درسم میخوندم. لیسانس کارم توی خود دانشگاه بود، بخش به اصطلاح اینترنت به اصطلاح یا بگیم کامپیوترایی که به اصطلاح دانشجوها برای بحث‌های خودشون استفاده می‌کردن، یک سری بخش‌های خاصی داشت که مراقبت سیستم‌های کامپیوتر بود و مشکلاتی برای ویندوز برنامه پیش می‌اومد، کار اونجوری هم انجام می‌دادیم در خود. موضوع مشرف و مسئول هر کدوم از این کافینت هایی که مثلا بله در اونجا وجود داشت. یعنی دوان لیسانس رو به علاوه کار و درس ولی در هم محدوده دانشگاه فقط استفاده می‌کرد. لیسانس نه، فوق لیسانس خیره. فوق لیسانس دیگه اون وقت وارد شبکه نور شدن، هم 8 ساعت باید کار رو در دفتر به عنوان
حالا مسئله اعداد اون وقت دست من بود و مدقق شرعی به اصطلاح کل برنامه‌های بازبینی علمی برنامه‌ها دست من بود. انجام میدادم. دانشگاه هم بود، در تدریس نبود، فقط درس خودم بود. یعنی در مقطع فوق لیسانس کار بود به علاوه درس و برنامه زندگی که به اصطلاح برنامه ضبطی که می‌رفتیم. دیگه فوق برای دکترا راحت‌تر شد فرصت، یعنی درس‌ها نوعی دیگه فرق می‌کرد با دیگه اون وقت فعالیت‌ها بیشتر بود. برنامه‌ها بود، تدریس دانشگاه هم بود و درس خوندن خودم هم بود. از مرحله تحصیل و کار که بگذاریم بریم به مرحله عرصه دعوت که یکی از میدان‌های دعوت که شما به او عرصه پا گذاشتین رسانه‌ها بود. گفتین در شبکه نور. در شبکه نور چه مسئولیتی رو شما به عهده داشتین؟ چه برنامه‌ای را پیش می‌بردین اگر عبارت دیگری بگم؟ اولی بار که شبکه نور به اصطلاح اومدم، اون وقت مسئولیت من در شبکه به عنوان بازبینی علمی برنامه‌ها بود. یعنی برنامه قبل از اینکه بخوان پخش بشن باید یک چک علمی می‌شدن و حتی نگو فقط چک علمی برنامه‌ها، مشکلات فنی درش نباشه، در انتاجی که برنامه صورت می‌گیره مشکلی درش وجود نداشته باشه و حتی مثلا گاهی وقتا میشه شاید مثلا یک کارشناسی یا مجری مثلا سخنی بخواد، این همه جا هست، مثلا همه شبکه‌ها کنترل میکنن که اشتباه مثلا یا حدیث مراجعه علمی به صورت کلی، شاید یک کارشناس به یک حدیثی استدلال کنه که حدیث ضعیف موضوع هست و نگه حدیث موضوعه. یعنی کارشناس استدلال کنه فراموش کنه بگه که مثلا این حدیث موضوع هست، یا سبق لسانی داشته باشه سخنی رو بزنه بره که مثلا اشتباه است مثلا. خب اینها چک میشن، دوباره بازبینی میشن برای برنامه‌ای که به صورت غیر زنده به حساب ضبطی به حساب میشه، اونها بازبینی میکردیم و مطالب و متونی که باید در مثلا نطق میشد در شبکه برنامه‌های صوتی به حساب ضبط میشد برای میان برنامه‌ها و اینها، گذشته که از نظر ادبیاتی باید بهشون مراجعه میشد. از این لحاظ که مثلا ویراستاری ادبیاتی، از این لحاظ که از نظر شرعی آیا این متن مشکل شرعی نداره، این وظیفه اصلی من در این مقطع بود. و دوم اینکه تا اون زمان تنها جلوی دوربین نمی اومدم تقریبا سال اول، چون وقت خانه در ایران بود و این خطر براشون وجود داشت که بخوام جلوی دوربین بیام براشون مصیبت به پا میشد. خب بعد از اینکه جلوی دوربین اومدین چی برنامه داشتین؟ بله بعد جلوی دوربین اومدم دیگه، خب تقریبا در اون زمان برنامه زنده هم داشتم میرفتم. اولین برنامه زنده برنامه نهضت احیاگری بود. خب جلوی دوربین تا نرفته بودم، حتی برنامه ضبطی آزمایشی هم جلوی دوربین نرفته بودم. یه روز تصمیم گرفتیم جلوی دوربین بریم همینجوری به حالا. اون وقت پدرمادر از ایران اومده بودن بیرون، از خانواده کسی از ایران نبود. یک برنامه زنده رو این دفعه دیگه کلا دیروز خاطرات دارین از اولین برنامه زنده؟ بله روز قبلش رفتیم بالاخره با اون لباسی که برای برنامه باید بپوشیدیم تهیه کردیم و فرداش اومدیم این دفعه جلوی دوربین برنامه زنده. خب برای اولین بار ترس و دلهوری خودش رو داشت. بله شاید انسان عادت نکرده جلوی دوربین بره، یا حداقل با تمرین میشد، ولی خب نمیدونم سبحان الله این حادثه مثل این که یک بار یک اتفاق بیفته، قبل از اینم برای من اتفاق افتاده بود قضیه مثل این. یعنی موقعیت دیگه که همینجور حالتایی باشه که یه دفعه به اصطلاح آدم غیر منتظره باشه. خب الحمدلله با برنامه اولی که رفتم، برنامه بعدی برام راحت تر شد دیگه. اون ترس و دلهوری که بود. خب میخوام اینجا باز با استفاده از فرصت از اینکه بحث برنامه‌های زنده مطرح شد، از خاطرات جالب و از خاطرات شیرینتان در برنامه‌ها بگین، حتی اگر در عرصه‌های دیگر زندگی هم اگه خاطره جالب دارین. خواهش می‌کنم. در برنامه زنده یادم میاد باید میرفتیم به یک میدیا سیتی، این جایی که کلا شبکه‌های تلویزیونی دفتر خاصشون بود. ما اونجا برنامه لایو رو از اونجا میرفتیم، برنامه زنده رو. دوستان قبلا چون شبکه ما اونجا استودیو داشت و پرسنل اون با یک شبکه دیگه مشترک بودن، اونها میشناختن به اصطلاح پرسنل شبکه سابقه رو که می اومدن میرفتن. در اون بخش این استودیو خدمات، این شرکت خدمات میداد به چندین شبکه، چندین شبکه‌های خارجی به زبان مختلف رو، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و فارسی دیگر هم ساپورت میکرد. بهشون استودیو مثلا خدمات میداد برای برنامه زنده رفتن، لایو رفتن. خب اونها برنامه‌هایی که شبکه‌های اروپایی میرفتن، مثلا هر هفته تازه مسلمان می آوردن برنامه این تازه مسلمان شده و برنامه میرفتن مثلا باشه، یا خب اغلب یا فرانسوی یا مثلا آلمانی ها بودن با
دوست جوانایی که میرفتن خب ریششون مثلا قرمز بود، ریششون بلند مثل ریش شما و قرمز. خب ادامه بدین جالب است فکر کنم. بعد من اولین برنامه در استودیو باقی حسینی داشتم، خدا حفظش کنه، استاد سید منصور حسینی، ماشاءالله ماشاءالله. ایشون دوست صمیمی و بسیار عزیز منم هستن. بالاخره با دیگه وقتا ایشون تمام دعوت به انسان خوش‌طبع و خوش چیزی هم هستن. شما حتما به عنوان تازه مسلمان شدن معرفی کردن. همین کارو کردن ایشون. وقتی رفتیم داشتیم وارد دفتر شدیم، اون شخص به اصطلاح مسئول دفتر، مدیر اون بخش، حسین رو میشناخت، همیشه اینا مجری‌ها و کارشناس شبکه نور اونجا میرفتن. و شما برای اولین بار؟ من برای اولین بار بود. حالا من به عنوان مجری داشتم میرفتم داخل برنامه، یعنی به عنوان مجری، نه به عنوان مهمان. نه من برنامه شبکه دیگه الان مجری شبکه خودمونم. خب یعنی مجری، الان من به عنوان مجری شبکه نورم و می‌خواستم برام که آقای حسینی کارشناسش برنامه ما باشه. بعد تا حسینی داخل شد گفت مهمان مسلمان جدید دارید، زبان فارسی مسلمان‌های تازه مسلمان دارید؟ گفت بله. ایشون تازه مسلمانن، ایشون برای برنامه میخواد اسلامش بگه چجوری اسلام شوخی می‌کنم. بله اوشون فکر واقعا من تازه مسلمانم. خب برای برنامه اینجوری باید کارشناسی بود بلای مجری بلای یک مهمان. گفت پس مجریتون هنوز نیومده، مجریتون نیست یعنی؟ گفت نه بابا این مسلمان شوخی کردم باهاتون. این اولین برنامه‌ای بود که رفتن، خاطرات به یاد ماندنی بود که به اصطلاح اولین برنامه به عنوان یک تازه مسلمان به اصطلاح. بازم بگردیم به عرصه دعوت. آیا در ایران هم مشغولیت دعوی شما داشتین قبل از اینکه؟ من الحمدلله بعد اینکه حفظ تمام کردم، بله، اولین فعالیتم در ایران برای یعنی آموزش قرآن کریم برای ماشاءالله بله دانش آموزان، چه خواهر و چه برادران در اونجا بود. تقریبا بین حفظ کردن تا دبیرستان و این نتیجه گذشت، هم معلم قرآن بودم در یک مدتی در اونجا و هم در یک منطقه به اصطلاح تابستان ها رو به عنوان مدرس برای علوم دینی میرفتم به روستاهایی که اطراف منطقه وجود داشت. دیگه اونجا کلاس های داشتیم برای خواهران، برای برادران، مختلف از سطح های مختلفی، مثلا نه فقط آموزش قرآن کریم، مسائل احکام فقهی مثل نماز، مثل طهارت، امور دیگه که به اصطلاح نیازهای ضروری اولیه بود در اونجا داشتیم. در همزمان در اون زمانم مدتی به اصطلاح به عنوان امام جمعه و قبل از دانشگاه، این اواخر که دیگه باید دانشگاه بیام ما برگشتیم. بله دیگه به عنوان امام جمعه و امام مسجد هم این مدتی در من یک سال در منطقه اونجا بودم. خب ولی اینکه موقت مثلا جای امام جمعه باشید نماز بدید، نماز جمعه، یا امام مسجد باشه وقتی امام مسجد نیست، یا کارهای دعوی دیگه گذشته از اینکه آموزش قرآن در تابستان ها بود، در خود مساجد کلاس داشتم در اونجا. یعنی تمام فعالیت ها محلی بود. یعنی خب چی تفاوت میبینین بین ای که هر دوش هم عرصه دعوت است، شاید سبک دعوت در مسجد و از طریق منبر در مسجد و از طریق منبر در رسانه، چه تفاوتی بین چه ویژگی های وجود داره در منبر رسانه‌ای بود؟ هر کدومش یک لذت خاص خودش داره و یک نوع به اصطلاح توانایی خاص خودش رو میخواد. بله. خیلی ها فکر میکنن که مثلا اومدن در شبکه بودن و به اصطلاح یک برنامه زنده رو مثلا رفتن، یک برنامه ضبطی که الان مثلا مثل اینها رو رفتن، یک مسئولیت خاص خودش داره. بینندگیش هم بیشتر هست. هر سخنی میگید سلیقه ها و افکار و اقشار مختلف جامعه میبینن. بله. خب به لحاظ انسان وقتی سخن میگه میفهمه که با یک قشر بسیار بزرگتری ارتباطه. میگن هر کس بامش بیشتر برفش بیشتر. بله. هر چیزی که بیننده یا مشاهد مخاطبش هم بیشتر باشه، مسئولیت بیشتر و ترس و دلهوره بیشتری درش وجود داره و رسانه یک دنیای به اصطلاح حساس‌تری نسبت به یک منبر در مسجد. بله. اما مسجد عاطفی تر هست به نظر من. شما با کسانی سر کار دارید که دوست شما هستن، همسایه شما هستن، مستقیما میبینید باشون. الان شاید خیلی از کسها ما رو میشناسن ولی تمام کسایی که ما رو دوست دارن ما نمیتونیم بشناسیمشون. یعنی برادران عزیز و خواهران گرانقدری که مثلا شاید علاقه‌مند به یک برنامه باشن، خب شاید اظهار محبت یا اظهار دعای نیک که خیلی از مادران، خیلی از برادران عزیزی هست که برای همه پرسنل های شبکه ها دعا میکنن.
ولی هیچ وقت نشده ما از حداقل بتونیم تشکر بکنیم که به فردی مستقیما که جزاک الله خیر به خاطر دعایی که در حق ما میکنه. واقعا من موفقیت برادران خودمون همه در فرصت است که از تک تک بله شما من تشکر کنم. جزاک الله خیر، واقعا عرض تشکر رو دارم، یعنی تشکر میکنم از همه عزیزانی که برنامه‌های ما رو میبینن و میدونم خیلی اونها مخلصانه از زهر غیب برای ما دعا میکنن و دعای برادر مسلمان از زهر غیب برای یک انسان در غیاب اون واقعا دعایی است که ملائکه برای خود اونها دعا میکنن و این اون چیزی که ما امروز درش قرار داریم لطف الله عزوجل و سپس دعاهای نیک بیننده های عزیز و بزرگواری هستن که مخلصانه موجودن. خب با ما در مسجد درسته، یعنی شما دانش آموزای که هستی باشون بزرگ میشید، یعنی با یک قشر از جامعه، خب خصوصا اون وقت هم ما دبیرستان بودیم، هم درس میدادیم در تابستان ها و هم مثلا میشد هم کلاسیت باشه و براشون قرآن هم بود، چون هر کسی این فرصت نداشت که بخواد بره قرآن حفظ کنه یا یاد داشته باشه، بخواد دیگران آموزش بده. و در این حال هم اون مقدار از مردمی که به اصطلاح در منطقه کار میکنه واقعا انسان های بسیار مخلص، متواضع، یعنی چیزی به عنوان این نبود که اون بخواد فرق داشته. ما استاد مثلا یا معلم در جای میرفتیم دیگه در اون بخش از جامعه دیگه چیزی به نام ملیت کجا هست چگونه نیست وجود نداشت، یعنی حواجز نیست، هیچ حواجز نیست. واقعا یک دنیای دعوت و دنیای دین یک دنیای بسیار زیبا و مخلصانه پر عاطفه است در حقیقت که میشه انسان ها با روح و وجدان پاک بخوان هم دیگه دوستی که فقط به خاطر الله و رسول است. خب استاد یک سوالی اگر خارج از بگیم نه خارج از موضوع برنامه ان شاء الله نیست، بله. در چارچوب موضوع برنامه ان شاء الله است، چیزی که بیننده ها و اکثر کسایی که مثلا شما را میبینن با این ریشه بلند و با این لباس و بالاخره هر روز از قرآن بگو، از حدیث بگو، از صحابه بگو، بالاخره حرف از شریعت، گمان میکنن که شاید یک زندگی مقید داشته باشین. شما آیا ورزش میکنین یا به ورزش علاقه دارین و چی نوع ورزش علاقه دارین؟ سوالم من میخوام بکنم که بیننده ها توجه شون که آیا یک دعوتگر، یک عالم دین، یک روحانی آیا فقط زندگیش تنها همین دعوت است و قال الله و قال الرسول است یا نه که در فعالیت‌های ورزشی هم میکنه؟ اقلش دانشگاه اومدیم، قبل از اون در دوران دبیرستان یا به اصطلاح دوست داشتیم، ولی خب امکانات ورزشی کمتر مثلا وجود داشت، ولی خودم دوست داشتم. مثلا حتی یک خوبی داشت که ما مسجد ما یک سری وسایلی به اصطلاح برای ورزش مثل هاردل و دنبل اینا بهشون میگم وسایلی که برای بدنسازی کار میکنم بود، ولی خب چیز خاصی نبود، به اصطلاح مربی خاصی یا اینها وجود نداشت. بعد وقت دانشگاه امکانات بسیار خوبی داشت و بخش‌های مختلفی از ورزشی رو به اصطلاح شنا داشت، قسم‌های رزمی مثل تکواندو، کاراته داشت، تنیس و فوتبال و والیبال و یعنی خیلی از ورزش‌های مختلفی رو داشت، بدنسازی مثلا داشت. خب به فرصت خوبی بود. ما شما ورزش میکنید؟ بله. از انواع ورزش صحبت کردین، معلوم است که ورزش الحمدلله از وقتی که وارد دانشگاه شدم به اصطلاح اولین ورزش در دانشگاه با بینیدی که به اصطلاح کار میکردیم و درس هم بود، یک ساعت در روز به اصطلاح یا در هفته حداقل 4 تا 5 روز رو، چون باشگاه در خود دانشگاه و در نزدیک محل کار بود میرفتم مثلا. اون وقت اونجا دوست فقط دونده باشم و به اصطلاح این رشته ها کردن برای به اصطلاح دوندگی یک ورزشی بود که دوست داشتم در اون وقت انجام میدادم. خب استاد بله تا تقریبا بعد از اون دیگه خود دانشگاه فرصت دیگه پیش اومد، بعد وارد به اصطلاح هنرهای رزمی با ماشاءالله. بله من ورزش میکنم علاوه شنا، کاراته هم کار میکنم، سبک شوتوکان. سبحان الله. ببینین بیننده ها، یعنی عالم دین، روحانی و دعوتگر تنها یعنی این که در عرصه دعوت حضور داره، حتی در عرصه دعوت عملی بگیم اگر تعبیر جناب استاد درست باشه، ای که چون فکر کنم ما حدیثی هم داریم، بله. یعنی که قول حضرت عمر فاروق است. بله از فاروق هست که علم اولادکم السباحه و الرماح والفروسیه،
و حدیث رکوب الخیر و رکوب الخیر در احادیث دیگه متفاوت این چیز وجود داره. خب شنا یک ورزش بسیار خوبی است واقعا برای بدن انسان، یعنی یک مفید هست. گذشته این که خیلی پزشکا حتی برای خیلی بیماری ها مثلا توصیه میکنن شما شنا کنید و شنا یک ورزش بسیار، گذشته که بگین حدیث باشه درش هست و خیلی به عنوان یک سنت اینو یاد میگیرن. خب به عنوان سلامتی برای جسم انسان ورزش واقعا یک چیز مفیده. خصوصا وقتی اشکال نداره، برعکس دین نه برعکس تشویق میکنه و اینو کسب کنه. خیلی وقتها یعنی اون ساعتی که مثلا حالا یک روز، نه یک روز، یعنی یک ساعت و نیم یا یک ساعتی که برای یک ورزش تایمی رو میگذاشتیم یا 2 ساعت رو به اصطلاح، خب خیلی این زیباست. یعنی شما در طول روز چندین ساعت یا تدریس یا کار و بعد در هفته حداقل 2-3 کلاس درسی خودتون دارید، با این 1 ساعتی که ورزش میکنید واقعا بدن انسان یک توانایی و تجربه در حد نیاز، نه که مبالغه شود. نه مبالغه نیست، نه وقت هر چیزی که از حد خود گذشتهش دیگه بی مثلا خب اغلب ورزش ها مثلا 3 روز در هفته هستن. حالا روزی مثلا هر جلسه 1 ساعت و نیم یا بین تا 1 ساعت و 20 دقیقه مثلا. درست. خب اغلب ولی جمع می‌کنیم مثلا بین شنا و ورزش به اصطلاح رزمی رو جمع می‌کردیم، یعنی بعد نیم ساعت بعد از اون مثلا می‌رفتیم. خب ولی خوب است. باز هم تقریبا در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و فکر کنم که چند دقیقه بیش نمانده. می‌خواستم بپرسیم که از شخصیت‌هایی در زندگیتون متأثر شدید؟ بالا بیشتر شخصیت‌ها از، یعنی خصوصا از معاصر بگیم. بله، شخصیت‌های معاصر از یعنی در مقطع مختلفی به اصطلاح. مثلا من برای این که گفتم حفظ قرآن یا به اصطلاح برام قرآن حفظ کنم، خب صوت زیبای شیخ شورین دکتر می‌خواستم که شما قبلا و صوت یعنی واقعا باعث شد من برم این شخص و صوت هر دویشون خصوصا امام حرم، آرزوی من این بود که برم قرآن حفظ کنم و آرزوی من حداقل بتونم در جامعه ام القری و جامعه اسلامی که حداقل بتونم، یعنی خب این 2 شیخ بزرگوار و این 2 امام بزرگوار از ائمه حرم مکی باعث شدن که شما قرآن حفظ بکنید و به این مرحله برسید. کاستشون رسیده بود، حاجی رفته بود برای حج و برگشته با خودش این کاست آورده بود و ازشون به اصطلاح قرض گرفتن بار بشنوم چگونه است، چون تو بازار پیدا نمیشد و باعث شد که به اصطلاح شوق پیدا کنم، متاثر بشم از این شخص. این از باب چیزی که تشویق برای اینکه دنبال علم و دنبال ما، سپس دنبال حفظ قرآن. اما در باب مقاطع بالاتر به اصطلاح یا دانشگاهی یا منهج دعوی یا فکری، خب خود به خود از یعنی خودم میشه دوست دارم که از جاهایی به اصطلاح به علمایی بتونم ازشون اعتماد کنم، فتاواشون یا منهج فکری یا عقیده رو بهشون ببینید قابل اعتماد باشن. واقعا این نمیشه از هر کسی به کسی اعتماد کرد. همونطوری که شاید خیلی از ما برای رفتن به یک پزشک نگاه میکنیم کدوم پزشک واقعا پزشک خوبی است، قابل اعتماد است، شهرت اون در بین جامعه چگونه است، یا واقعا چیزی که میگن وجود داره، یعنی این واقعا یک پزشک حاذقی هست یا خیر. واقعا در مسائل دینی هم یک گذشته از که عامه مردم ناس رو بخوام بگم، یک طالب علم یا کسی که داره دنبال علم شرعی میگرده باید یک الگوی خوبی از علمایی که واقعا مردم شهادت میدن به نیک بودن اونها و به خوب بودن ها، خود به خود این وجود داشت. یعنی علمای خصوصا در باب حدیث مثلا شیخ خامنه‌ای رحمت الله علیه، یعنی یک کسانی بود که واقعا دوست داشتیم که در این عصر در این زمانه از شیخ احمد شاکر به اصطلاح ایشون یک بار دیگه علم حدیث رو باب که کلا نوعی بگیم باب اجتهاد در تصحیح و تضعیف ضعیف علم حدیث بسته شده بود، این شخص مثلا دوباره زنده کردن. خب این شخصیت دوست داشتنی مثلا من بود. یا مثلا وقتی نوارهای در باب عقیده یا امور گوش می‌کردیم، خب مثلا علما بزرگوار مثل شیخ عثیمین رحمت الله علیه، خب واقعا این شخص با بساطت بسیار، با سلیس بودن لسانشون و بسیار شرح بسیار زیبایی در خیلی مسائل معقد علمی به اصطلاح باید میشد که از این اشخاص آدم متاثر بشه و دوستش باشه که چین بتونه از اونها استفاده کنه. این شخصیت‌ها در باب علم داره. تشکر استاد. البته رسیدیم به پایان برنامه. اگر در نیم دقیقه اگر پیامی دارین، اگر گفتنی دارین، بله در خدمت شما خواهش می‌کنم. من وقتی پیام به همه بینندگان ما، چه در هر قشری از جامعه زندگی می‌کنه، در هر مرحله‌ای که باشه، یعنی زندگی نمیتونه بدون سختی و مشکلات باشه. بله.
و بدون تلاش کوشش هم نمیشه به جای رسید. نابرد رنج گنج میسر نمیشه. بله. هیچ وقت سختی ها نباید انسان رو ناامید کنه. برعکس از زندگی این آموختم در کل این مسائلی که هرگاه سختی اومد و ایستادید، اون چیزی که بهش میرسید نتیجهش شیرین‌تر و بهتر از اونی خواهد بود که شما به راحتی به دست بیارید. واقعا هرگاه به هر مشکل سختی رسیدید، هر چه مشکل سخت‌تر بود و شما با تلاش کوشش بیشتر خواستین که از اون بگذارین، ازش عبور کنید و اون هدف خودتون میخواد به دست بیارید، براتون پایداری بیشتری خواهد داشت، لذت و شیرینی بیشتری داره و قدر اون نعمت رو بهتر خواهید دونست. تشکر استاد سید اکبر گرامی که وقت گذاشتین برای ما و بیننده های عزیز و گرامی و در استودیو حضور یافتین و لحظات خوش را ما در کنار شما در کنار ما و بیننده سپری کرده باشین. دیگه در پایان برنامه با شما خداحافظی میکنم، از شما تشکر میکنم و همچنین از یکایک بیننده های عزیز و گرامی که تا لحظه پای برنامه های ما نشستن و این برنامه را دیدین. از شما هم اظهار سپاس و امتنان دارم و تا تقدیم برنامه بعدی همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي